السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد، حمد و ستایش او سبحانه و تعالی را می‌نماییم و از او کمک می‌خواهیم و طلب آمرزش هم می‌نماییم و با سوی او سبحانه و تعالی توبه می‌کنیم از بدیهای نفس‌هایمان و کارهای ناشایسته امان. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کی راه گمراهی را اختیار نماید، کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، تنها اوست شایسته عبادت. و همچنین گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم. به درستی که ما هیچ دانش نداریم جز آنچه که پروردگار تو بر ما عطا فرموده و پروردگار با آنچه که برای ما سودمند است بیاموز و علمی با عمل بر ما نصیب و روزی بگردان. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان، موضوع درسی امروزه ما این در باب 8 فی الامامة فی الصلاة، باب در بیان یا درباره امامتی نمودن، امام شدن در نماز، که در این مسائل هست. و منظور از امامت پیوستگی نماز با آن کسی که نماز را میخواند، امام شود، امامتی میکند است. مسئله اول، من احق بالامامه، بر امام شدن کی سزاوارتر است بر امام شدن؟ میفرماید صاحب کتاب بیان رسول صلی الله علیه و سلم احق بالامامه والاولى بها فی قوله، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم سزاوارترین شخص را برای امامت و حقترین آنها را بیان کرده فرمودند. یا القوم اقرأهم لکتاب الله، گفتند که قوم را، مردم را، یعنی کسی امامتی کند که کتاب الله را خواندنش را بهتر میداند، کسی که کتاب الله را خوبتر میخواند. فإن كانوا في القراءة سواء، اگر در خواندن، در تلاوت برابر باشند، اگر در عبادت برابر باشند، فاعلمهم بالسنه، پس داناترین آنها در سنت تقدیم می شود، پیش گذرانده می شود. فإن كانوا في سنة سواء، اگر در سنت هم برابر باشند، پیشترین آنها کسی که هجرت کرده است، امامتی را به عهده میگیرد. فإن كانوا في هجرة سواء، اگر در هجرت برابر باشند، پس گفتن که چیز؟ کسی که از آنها اسلام را پیش قبول کرده است. روایت مسلم، حدیث تحت رقم 673. پس در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئله امامت را باید کی احقیت در امامت شدن رو، در امام شدن رو دارد بیان کردن صلی الله علیه و سلم، که گفتن اول کسی که کتاب الله رو خوب میخواند، اگر در این برابر باشن، کسی که بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم داناتر است، اگر در این برابر باشن، کسی که هجرتش تقدیمتر است، پیشتر هجرت کرده است، اگر در این برابر باشن، اسلام آنها نظر کرده میشد، اول اسلام آورده است، آن پیش گذرانده میشود. پس این ترتیبی که رسول صلی الله علیه و سلم گفتن ترتیب اولاتر است بر امامتی بودن. اول چی گفتم؟ آنکه خواندن قرآن را بهتر میدوند، یعنی آنکه قرآن را درست و با نیکو احکام تجوید را رعایت مینماید و فقه نماز را هم میدوند. پس اگر شخصی باشد که خواندن آن، تلاوت آن خوبتر باشد، ولی دیگر این شخصیت باشد که خواندن وای، تلاوت وای اندک کمتر است، ولی بیشتر فقه را میفهمد، پس آنکه بیشتر فقه را میفهمد و قرائتش خوب است، اولاتر است که وای پیش گذرانده شود. اما کسی که قرائتش خوب است، مسائل نماز را خوب میفهمد، و کسی که قرائتش خوب است نه که مسائل نماز را آنقدر خوب نمیفهمد، شخص اول کسی که قرائتش خوب است و مسائل را خوب میفهمد، آن باید بر امامتی احق است، باید پیش بدراید. کسی که فقه را نمیفهمد وای پیش نمیدراید. برای چی؟ به خاطر آنه که نیازی به دانستن احکام نماز مهم است. و سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ پس آنکه بیشتر فقیه و با خبرتر از سنت از گفتن. اگر دو امام در خواندن نماز برابر باشند، در خواندن، در تلاوت قرآن برابر باشند، یکی از آنها فقیه تر است، پس اولاتر است آن کسی که فقیه تر است، آن به سنت نزدیکتر است، آن پیش درآید. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم فإن كانوا فی القراءة سواء، اگر در قرائت برابر باشند، در تلاوت برابر باشند، پس گفتن که چیز؟ آنکه بیشتر به سنت آگاه تر است پیش درآید. و سپس رسول الله برای ما توصیه دادن که کسی که اگر در این برابر باشن، کسی که هجرت رو پیشتر کرده است،
از سرزمین کفر بر سرزمین اسلام اگر در قرائت در سنت برابر شدن، کسی که هجرت رو پیشتر کرده است آن باید نماز رو بخواند، پیشتر آن باشد. اگر در همه این برابر باشند، کسی که اسلامش پیش است. این و مرحله اخیران همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث فرمودند که سپس کس اگر در همه این قسمت برابر باشند، دو نفر یا یک چند نفر، سپس کسی که سینش کلانتر است، سین سالش کلانتر است، آن باید پیش بدرید. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که فإن كانوا فی الهجرة سواء، اگر در هجرت برابر باشند، کسی پیش درآید که سینش کلانتر باشد، کسی پیش درآید که اسلامش پیشتر باشد، کسی پیش درآید که سین سالش کلانتر باشد. در دیگر حدیث فرمودند که یا امکم اکبرکم گفتند و باید که امامتی شما را کلان سالترین شما به دوش بگیرد، اگر در شرط های پیشتری که رسول الله بیان کردند در آنها برابر باشند. اگر در همه چیزهای پیش گذشته از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله برابر باشند، در بین در اینجا قرعه پرتایی میکنند، قرعه پرتایی کرده، سپس کسی از آنها اگر که موافق گشت، همان پیش در آمده نماز مردم رو میگذارد. اما در اینجا مسئله دیگری هست. در خانه جمع شدند، صاحب خانه سزاوارتر است که امامتی را به دوش بگیرد. صاحب خانه سزاوارتر است که امامتی را به دوش بگیرد. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و آله مرد در خانه اش و در سلطان در سلطنت خودش کسی چیز امامتی وی رو به عهده نگیرد، وی خودش حقتر است. روایت مسلم حدیث تحت رقم 673. و همچنین سلطان حاکم مسلمانان نسبت به دیگران سزاوارتر است که امامتی را به عهده بگیرد، امام بزرگ در نظر دارد، با دلیل عمومی که در بالا ذکر کردید. و همچنین امامی که مقرر قرار داده شده است از برای ادای نمازها در مسجد، وی اولوتر است از دیگر کسانی که چیز نماز مردم را بگذارد، بجز سلطان. اگر سلطان آمد، سلطان پیش می‌دارد. اما کسی از او بهتر یا که حتی اگر دیگری از او بهتر بخواند و آگاه تر باشد، نه، بلکه امام پیش در آمده نماز مردم را میگذارد، سلطان. یعنی به دلیل عموم احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که پیامبر گفتند که مرد در خانه اش و در سلطانش حق تر دارد، حقش بالاتر است که امامتی را به عهده بگیرد، مگر اینکه اگر خودش این را بر کسی دیگر سزاوار بداند و بر کسی دیگر بدهد. این مسئله اول.